طرف میگه روزه چیه؟ روزه واسه 1400 سال پیش بوده، واسه عربا بوده، اصلا به ما چه ربطی داره؟ کی دیگه روزه میگیره؟ امولا روزه میگیرن. خوب گوش کن. آقای پروفسور آموری از دانشگاه توکیو که برنده جایزه نوبل شده، بعد از یک تحقیق علمی در مورد روزه‌داری مسلمان میشه. ایشون یک پدیده‌ای به اسم اتوفاژی یا خودخواری سلولی رو کشف میکنه. حالا این چیه؟ ایشون اثبات کرد که کسایی که روزه میگیرن از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد بدنشون کم میاره، روده و معده کم میاره و بدن حمله میکنه به سلولهای سرطانی، سلولهایی که قرار بعدن فرد رو بیمار کنن، به اونا حمله میکنه، از اونا تغذیه میکنه و اونها رو نابود میکنه. حتما این ویدیو رو ذخیره کن، خیلی به کارت میاد. برای دیگران بفرست، تو پیجت استوری کن. حالا این زیر بهم بگو که تو روزه میگیری